سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. به چنل تیوی نیوز خیلی خوش اومدید. در ادامه ویدیو چنل تیوی نیوز را سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید. برای حمایت از ما فقط کافیه این ویدیو را لایک کنید و با نگاهتون ما را همراهی کنید. حضرت خدیجه سلام الله علیها دختر خویلد ابن اسد و فاطمه دختر زائده است. حضرت در سال 68 قبل از هجرت پیامبر متولد شد. جذابیت زندگی این بانوی بزرگوار در این است که در جامعه آن روز از دوران جوانی مشغول به کسب و کار و تجارت شد و از همان موقع به خاطر دوراندیشی و هوش بالایی که داشت در میان اعراب زبان زد شد. در تاریخ بارها از حضرت خدیجه با لقب‌هایی مثل بانوی عاقل، بانوی دوراندیش و خردمند یاد شده، ولی بهترین و معروفترین لقب‌های او بانوی بانوان قریش است. حضرت خدیجه در آن زمان همیشه به نیازمندان کمک می‌کرد. قدرت مالی حضرت خدیجه از پدرش بود که از بزرگان قبیله قریش به حساب می‌آمد و فردی استبداد ستیز و شجاعی به شمار می‌رفت. تا اینکه همین کسب و کار و تجارت موجبات آشنایی ایشان با حضرت محمد را فراهم کرد. در ابتدای کار درستکاری، امانتداری و صداقت حضرت محمد توجه ایشان را جلب کرد. در روایات گفته شده که حتی خود ایشان از حضرت محمد خواستگاری کرده. در آن زمان حضرت محمد 25 سال سن داشته و حضرت خدیجه 40 سالش بوده. حضرت محمد تا زمانی که حضرت خدیجه در قید حیات بود همسر دیگری نداشت و بعد از فوت ایشان همواره به یاد ایشان بود. حضرت خدیجه در ماه رمضان 10مین سال بعثت پیامبر از دنیا رفت و بدین ترتیب حضرت محمد بزرگترین حامی خود را از دست داد. پیامبر شخصا حضرت خدیجه را غسل کرد و پیکر مبارک ایشان را در قبر گذاشت. بعد از فوت حضرت خدیجه پیامبر همواره به نیکی از ایشان یاد می‌کرد. نقل هست که یکی از زنان پیامبر که گفته هر وقت پیامبر به یاد حضرت خدیجه می‌افتاد غمگین و ملول می‌شد و برای ایشان طلب مغفرت می‌کرد. یک روز من اشکم آمد و گفتم یا رسول الله، خداوند عوض آن پیرزن زنی جوان و زیبا به تو داده. تا اینکه ناگهان پیامبر برآشفت و عصبانی شد و فرمود خدا شاهد است خدیجه زنی بود که هر وقت همه از من رو برمیگردوندند خدیجه به من محبت و مهربانی میکرد. وقتی همه دعوت من رو تکذیب میکردند خدیجه به من ایمان می آورد و مرا تحسین میکرد و در مشکلات زندگی مرا یاری میداد و با مال خود به من کمک میکرد. دو تا از اقدامات برجسته حضرت خدیجه سلام الله علیها. هزینه ثروت در راه اسلام. حضرت خدیجه بعد از ازدواج با پیامبر همه ثروت خود را برای توسعه دین اسلام و رواج آن خرج کرد. پیامبر در این امر می‌فرماید هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه برای من سودمند نبود. اقدام بعدی حمایت معنوی از پیامبر بود. هر وقت پیامبر از تکذیب قبیله قریش و آزار و اذیت‌های آنها غمگین و آزرده می‌شد، حضرت خدیجه مایه تسکین و آرامش او می‌شد و غم را از وجودش دور می‌کرد. خود حضرت خدیجه هم بعد از ازدواج با پیامبر مورد آزار و اذیت‌های زنان قبیله قریش قرار گرفت، طوری که هنگام زایمان او هیچ زنی برای کمک او نیامد. چند تا از لقب‌های حضرت خدیجه سلام الله علیها. لقب اول طاهره است، به معنای پاک سرشت. این لقب در دوران جاهلیت توسط اعراب به ایشان داده شد، چون ایشان در همان زمان هم به دنبال معنویات بود و مطابق رفتار جوانان دوران جاهلیت عمل نمی کرد و کاری به خوشگذرانی و کارهای پوچ دیگران هم نداشت. لقب بعدی مبارکه هست. این لقب از کتاب مقدس انجیل روایت شده. از حضرت خدیجه سلام الله علیها به نام صدیقه یاد شده. البته این واژه یک بار در قرآن در مورد حضرت مریم سلام الله علیها هم استفاده شده. لقب بعدی ام المؤمنین هست و به معنای بهترین همسر پیامبر. لقب بعدی بانوی بانوان هست، زیرا در آن زمان حضرت خدیجه از نظر درک و شعور و هوش بالایی که داشت از زنان دیگر متمایز می شد.
خب عزیزان، به یکی دیگه از ویدیوهای چنل تیوی نیوز رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.